از جایی آغاز شد. در جهانی که هنوز مرز بین خیال و واقعیت مشخص نبود، اولین جرقه‌های آلتراورس سیتی روشن شد. شهری از جنس رؤیا، جایی که زمین‌ها نه از خاک بلکه از داده و نور ساخته شدند. هر پیکسل فرصتی برای ساختن آینده‌ای جدید. در آغاز فقط چند سازه ایستاده بودند: کافه متاورسی، یک گالری NFT و چند برج دیجیتالی که در سکوت می‌درخشیدند. اما این فقط شروع ماجرا بود. آلتراورس آرام آرام زنده شد. بیزینس‌ها یکی یکی قدم در این سرزمین نئون زده گذاشتند. هر سازه داستانی از نوآوری بود. هر طبقه یک ایده تازه. و حالا شهر می‌درخشد. در خیابان‌های هولوگرامی آن نام برندها نام می‌درخشد. در آسمان پهپادها پیام می‌دهند: به آینده خوش آمدید. زمین‌ها یکی پس از دیگری ارزش می‌گیرند. سرمایه‌گذاران آینده را با دستان خود می‌سازند. اینجا جایی است که فرصت شکل می‌گیرد. اینجا آلتراورس سیتی است و این تازه آغاز مسیر است. مسیر ساختن جهانی که هیچ محدودیتی ندارد. شهری که هر بیزینس در آن تکه‌ای از آینده را می‌سازد. به آلتراورس سیتی خوش آمدید. به جایی که رؤیاها واقعی می‌شوند.